به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما هموطنان عزیز. چند است که در تاجیکستان یک جنجال برخاسته بود و گویا یک گروه کلانی را از کارمندان ساختارهای قدرتی بازداشت کرده بودند و از خانه آنها، از تهخانه های آنها چندین کیلوگرم طلا، چندین میلیون دلار و زر و زیوری بسیاری یافتند. اما حکومت تاجیکستان تماما واکنش نکرد. یا این همه افسانه برای آرام کردن مردم بود یا انیخترش مسخره گرفتن مردم. چرا؟ در تاجیکستان من به شما عرض میکنم کروپسیا و فساد نیست. تماما تاجیکستان در دست رحمان بابا و چیل راهزن است. انیخترش در دست رحمان بابا و 400 راهزن است. همه اینها اهل خانواده رحمانوف هستند. یگان آدم بیگانه در تاجیکستان نمیتواند که تجارت کند، بیزنس کند یا دولتمند و ثروتمند شود. زیرا این گدایان نو به دولت رسیده اینقدر بدنفس هستند که اگر در تاجیکستان یک حاجت خانه پولکی پیدا شود، حتما این حاجت خانه باید که با عائله رحمان بابا و 400 راهزنش تعلق داشته باشد یا آنها اونچنانی که خودشان میگویند به زبان افغانشان از بیزنس، از این بیزنس داله، یعنی حق خود را بگیرد. ببینید تاجیکستان پوره در دست یک خانواده است. چند مثال میارم. زواد الومینی پوره در زیر کنترل حسن سعداللهیوف، دادر عروس پرزیدنت. تاجیک ایر یک شرکت بزرگی که میلیون درآمد دارد در دست حسن سعداللهیوف و تهمینه دختر رحمانوف است. سوم فروشگاه بزرگترین تاجیکستان که در مرکز پایتخت بود از دست صاحب ملکان غیر قانونی گرفتند و با آزادی رحمان سپاریدند. 90% بانک ها در تاجیکستان در دست همین عائله است. ببینید بازارها، بازار کاروان کنترل میکنند رستم و تهمینه، بازار حصار محمد ظاهر صاحبوف، اینم داماد پرزیدنت، خطای بازار اینم در دست ظاهر، بازار قرغان تپه در دست حاجی شریف، بازار خیر که در وحدت هست اینم 50%ش در دست همون ظاهر است. و یادتان باشد جنجال خیسته بود درباره بازار اینام که در شهرتوز است. بازار همین مرده که گرفتن بی حیایانه، بی شرمانه و با صاحب همین بازار را زندان کردن. اینها تماما انصاف ندارند. یا میگذاریم به مسئله دیگر. شما ببینید در تاجیکستان محصولات اساسی که مردم استعمال میکنند این آرد، شکر و روغن است. همین بازار شکر در یک سال 130,000 تانه، بازار آرد در یک سال 600,000 تانه، روغن 90,000 تانه و همینم در دست عائله رحمانوف است. و چیزی دیگر، حتی بیگ ظهوروف که یکی از پسرانش داماد رحمانوف است، این هم حاضر یکی از oligarخ‌های تاجیک است. بیگ ظهوروفی که اصلا سواد ندارد. تمامی همون ATS ها، استانس‌های تلفنی که در زمان شوروی بودند، بعضشان تا نیم هکتار، 1 هکتار زمین داشتند، بناهای 7 آشانه، 8 آشانه، 5 آشانه داشتند. همین ATS ها امروز مال خصوصی بیگ ظهور شدند. تماشابینان محترم معذرت میخواهیم. بیگ ظهوروف اینقدر نحس و بی‌خاصیت است که وقتی که درباره بیگ ظهوروف صحبت میکردم رابطه قطع شد و آنچنان که گفتم تمام همین ATS های تاجیکستان امروز در دست همین یک اوباش، یک دوز، یک بیسواد، یک بیخرد مثل همین خانواده و اولاد رحمان افتاده است.
یک گروه آدما در تاجیکستان میگفتن که امیر رحمان رو دو زد اشکمش سیر میشه دوزه بس میکنه. به مردم شریف تاجیکستان چشم اینا یگان وقت سیر نمیشود. گدازاده یک عمر گدا میماند. یا گمان کردن که دوشنبه اخود میکنه، دنگره اخود میکنه، به کسی کار ندارد. امروز ببینید همین سناتوری های بهترین تاجیکستان که اینا هم در زمان سویتی یعنی شوروی ساخته شده بودند، امروز هم به دست همین آیل هستند. شاهنبری در دست شمس‌الله صاحب بود، گرفچشمه حسن سعداللهیف، زمرد ظاهر محمداللهیف، سفیدارک شمس‌الله صاحب بود، آب گرم خواجه آب گرم تهمینه و ظریفبک شریف بود. این چی معنی داره؟ یعنی از بدخشان تا زرافشان، از حصار تا ختلان، هر کجای یک چیزی باشد اینا از خود میکنن. گویا که تاجیکستان مال پدر اینها است. بیهوده امام علی رحمانوف سرود نمی سرود که تاجیکستان از منی. هموطنان عزیز، شما ببینید اینقدر اینا به انصاف هستند که تمام مردم رو بدبخت کردن. امروز در تاجیکستان واقعا کمبغلی، احتیاج، ناداری مهمانی هر یک خاندان است. امروز مردم واقعا سرفکنده سرخم هستند. مردم ما برای یک سوم کار کردن چه عذاب و اذیت‌های میکشند. لاگرهای اروپا، باشگاه‌های اروپا از گریزه ها پول، در ساختمان‌های مسکو، در حاجتخانه‌های روسیه، در آشخانه‌های روسیه، در ساختمان‌های روسیه تاجیک‌ها کار میکنند. زندگی مردم مبارزه برای زیستن است، اما این زندگی نیست. فقط خوردن، فقط نان و چای خورده زندگی کردن این زندگی نیست. و رحمانوف هم فلسفه رحمانوف هم همین است که همه مردم تاجیکستان باید غلام باشد، باید نادار باشد، باید کم بضاعت باشد، باید همیشه سرخم باشد و نفس اینها سیری ندارد. برای همین باید که شما حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. باید همه کاری را کنیم که از اینها حکومت و دولت را گیرند. اینها خسدوز بودند، اینها گاودوز بودند، اینها گوساله دوز بودند، اینها علف دوز بودند. امروز اینها ماشین دوز، تجارت دوز، سمالیات دوز، زواد دوز، کارخانه دوز شدند. از دوزها خود را دور گیرید. و این بازی هایی که گویا رحمانوف یک آدم مقدس است، این هم یک افسانه دیگر است. مرگ بر ملتی که یک پادبان را پیشوا میخواند، مرگ بر ملتی که یک جارب را جناب عالی میخواند. جناب عالی ما مهاجران تاجیکستان هستند، اما شما مهاجرت را باید بس کنید. باید گستربایت دیگر نباشید. شما باید وزیر باشید، دیپوتات باشید، عضو پارلمان باشید، تاجر باشید. اگر میخواهید که به غلامی خاتمه دهید، یگانه راه مبارزه بر مقابل رژیم رحمانوف است. رژیمی که بدتر از ضحاک است، رژیمی که بدتر از فرعون است، رژیمی که بدتر از کژدم است، رژیمی که یگان وقت در غم مردم نبود، نیست و نخواهد بود.